هومن رضایی هستم، نوازنده شیر دسته گیتار. یک عده شوگر ددی سر حال. منو به جرم حمل ساز بازداشت کردن. که آتیش میزدی تو سر و صورت هنرجویی که تمرین نکرده بود. دزدی میکردیم، آب و حوض میکشیدیم، شبا شیشتی میپوشیدیم ترک موتور. آخرین بار کی زدی؟ برنامه رزمیه. مثلا پاشیم فایت کنیم چیکار کنیم. تو چرا همیشه دیرته؟ چرا من اینجام؟ چرا من دعوت کردی؟ شماره منو بگو. من با تو صمیمیام. من یه روشی دارم که بچه‌ها تو 3 جلسه گیتار یاد میگیرن. یا یاد میگیرن یا میکشمشون. آره چون که تو کشورمون از هنر نمیشه پول درآورد. هر چقدر حال نکردید لایک کنید، تو خود دیسلایک نکنید. بله. داری میگیری مگه؟ رکورد خوردم. بابا بذار غذامو بخورم بعد بگیریم. 2 1 حرکت. خوب اومد. میخوای تو تخم مرغ تو میخوری من یه ست جلو بازو بزنم بیام؟ آره باشگاه. یارشورم با گلف نمیخوام. چه طرز مهمون دعوت کردن واقعا؟ من دعوت کردم. کی دعوت کرد؟ اصلا منو کی دعوت کرد؟ تو جایی که من میدونم رسم یکی رو دعوت میکنه. تو کام درواز بود اومد تو نه؟ فکر میکنم یه چیز همیشه مایه‌ای بود. پسره بود اپیزود قبلی ظرف پوشیده بود نه اونو؟ امیر تالار؟ امیر تالار رو میشناسم. آره. کجاست؟ اون تو دعوت نکرد؟ نه. آخه زنگ زد کراش تخایی رو دعوت کرد. الکی گفته بود. بعد زنگ زد سر رو به من گفت عوض شده برنامه. رفت پایین. درست. آره مونده هنوز. خب این بشقاب دیگه جاده من. تو نمیخوری؟ نه آدامس بخورم نخورم. آدامس بخور. من فعلا بشقاب نمیخوری آدامس. نه دمت گرم قربون شکلت. چیزو خودت معرفی کن. شروع کنیم. معرفی که نمیشناسن منو به جا نیاوردن. نه فکر نکنم. من هومن رضایی هستم، نوازنده، شاید خواننده، نمیدونم یه کارایی میکنیم تو موزیک دیگه. حالا اینجوری فکر میکنم. بابا دست بگیر بده من غذامو بخورم. چیو دست بگیرم؟ خب برنامه شما رو بنده مجری برنامه هستم. کدومه؟ بله دوربین بنده اینه دیگه. تو نمیخوای بپرسی دوربین من کدومه دوربین من؟ نه دیگه دارم میبینم دیگه روبرومه دیگه. چرا باید آخه مهمون قبلیه پولم داده بودن به ما آوردیمش. خداش ضریب هوشی مهمون خیلی مهمه که شما میشناختیش بس. بله امیر تالار اصلا تالار عروسی دارن تو محل ما. بله آشنا هستم باهاشون. از دوستان بسیار نازنین بنده هستم. نون خیارشو تخم مرغام تموم شد. عالی شد. بخور که ان الله. نون خیارشو خوردی؟ برنامه رو شروع کنیم. مگه شروع نشده؟ نمیدونم والله. من گفتم شروع نکن زاده شروع کرده. ما اومدیم داریم خیارشور خوردن شما رو نگاه میکنیم. ببینم حالا نه تا سوال بده دیگه اصرار میکنی. با آرام نمک گیر شیم. با آرام خیلی خوبه. ترکیب سم میشه. ما بستنی با نون میخوردیم بچه بودیم. داریم خیارشور با آدم رفت. خب ما در خدمت شماییم. الان بر پایین اوکی میکنم. واقعا داره میگیرین اینا رو؟ آره. عجب. کی بودی تو؟ معمولا اینجوری که مهمون دعوت میکنن غذا یا میوه و این شیرینی و این داستانا میرن از مهمون پذیرایی میکنن. نمیشن جلو مهمون تخم مرغ آبپز بخورن با خیارشور. حیف که کادرمون ثابته. مهمون بک استیج رنگی شمعای روشن دسر ژلاتینی عالی شدن. کور رنگی هم دارم مثل تصاویرم رنگاشون درست نمیشه. یارو اسمش چیه؟ نوتلا رو نمی کیلویی گذاشتم. بله. آره. خدا رو شکر. خیلی پذیرایی خوبی کردین. دوره. بسم الله الرحمن نه اون که چیز باحالیه. دوست داشتی اینا رو؟ خوراک مرد ایرانی اعتبار بازار رو قایم کنیم. همینه دیگه. بعد گفتم چون المان‌های این مدلی داره روش گل و اینا میتونیم نسبتش بدیم مثلا نقشه‌نگار پارسی و عالی شد. نظرته؟ دیگه شما تصمیم میگیری دیگه. من نه. خب ما در خدمت شما هستیم چون من دیرمه باید برم. خودت میدونی که من همیشه عجله دارم. الان خواستم همینو بگم. تو چرا همیشه دیرته؟ دیگه دوندگی زیاده دیگه. باید برسیم به زندگی. انقدر؟ خب تو ایران هنرمند بودن این چیزا رو داره دیگه. فیس تو از 10 کیلومتری هر کی ببینه میفهمه که یک عده شوگر ددی سر حال پولدار خرج کن و غیر. بخم ای کاش واقعا اینجوری بود. جدی یه لبخند. کامپوزیت داری پولداری. من ندارم. یعنی یه آجر نما بود ما پولدار نبودیم. نه یه آجر نما من اینجوری بود. حتما هست دیگه. حالا انگی شوگر ددی هم که به ما مالیدی و حالا من به تو شوگر نمیگفتم. من بهت میگفتم سالتی ددی. این باز بهم میاد چون اون قسمت پوله رو من ندارم. میتونه حداقل ددی با نمکی باشه.
دوستان عزیز خیلی خوش اومدید به قسمت دوم برنامه آفتاک. مهمون امروزمون هومن رضایی، سالتی ددی و نوازنده شیر دست گیتار. چه قشنگ تلفظ شد، یه شد شیر دست. احساس کردم چه زد، یه جوری چیره دست گفتی آره، با پیکنیک ما باید گیتار بزنیم. نوازنده شیر دست. آره شیر. انشالله که اینجوری نیست ولی خب آره قاطی شد. خب آقا بیا جدی کنیم قصه رو. در خدمتتون هستیم، بفرمایید. بریم سر اصل. بله. بالشه چطوره؟ بالشت خوبه. این دوست داری؟ یه مدت چیزی دیگه من بذارم فصل باشگاه نیست. اصلا کشششو نداره صبح بره باشگاه. همون دیگه. این بالشته کاور میکنه خیلی خوبه. همین تو هم که از ردیفه. باشگاه فقط تخم مرغشو میخوری. ایده دیگه نری؟ به جای نه دیگه بالشه میتونستی مثلا مهمون قبلی برنامه رو بیاری بذاری اینجا بشینه، مثلا شکم ما نیفته. یکی در خصوص مهمون قبلی بچه‌ها از چیزه میمون پرورش میده. بعد ایده داد گفت میمونا رو بگیرید بذارید رو پاتون. نظرته؟ بیارم از اپیزود بعدی اصلا. فکر نکنم میمون رو پای تو بشینه. تو کلت. ولی چیز باحالیه. آره بعید میدونم مهمون بشینه. مهمون یا میمون کدوم؟ میمون. خب اصلا چرا من اینجام؟ چرا من دعوت کردی؟ این واقعا جدی یا من هنوز نمیدونم. به خدا به خاطر چهره مرسومه که مثلا رنگ قبلش چشمات. میگن که ما راجع به یه همچین چیزی میخوایم با شما گپ بزنیم، این سوالات مرور کنیم. من آوردین نشستی تخم مرغ خوردن و هنوزم هیچ صحبتی نکردیم درست حسابی و حداقل خب به خاطر اینکه اصغر فرهادی که میشناسی اون فیلماش تهش بازه. آدامسه اب نره داستان شده. نه ردیفه. اصغر فرهادی ته فیلماش بازه. من میخوام شروع برنامه‌ام باز باشه. خودت بسپرم. خیلی بازه، سوز سرما داره میاد تو. جمعش کن که سردون نشه. دوست داری در مورد چی صحبت کنی؟ دوست دارم که نمیدونم برنامه شماست، من اختیار دست شما. تو صحبت کن، ما که پایه‌ایم دیگه. بازه. مثلا چرا دوست داری در مورد که هومن رضایی هستم، نوازنده شیر دست گیتار. دوست داری در مورد مثلا روابط دختر و پسر صحبت کنیم؟ نمیدونم دوست داری در مورد مثلا کنسل کنیم؟ اونجوری که شما ما رو معرفی کردی و ما شدیم سالت ددی و شوگر ددی، دیگه روابط دختر پسرم رو من جواب نمیده چون ظاهرا شما فکر کنم در مورد خانم خیلی بردی بالا کرده و اینا داد صحبت نه کنم. باز اونم به من نمیخوره، نیستم تو این دنیا. در مورد دانش خانواده و جمعیت میخوای صحبت کنیم؟ به کارتون میاد. به کار من نه، به کار بچه‌ها شد بیاد. نه بچه‌ها دیگه خودشون ماشاءالله حرفه‌ای ان. یه نسل جدید استای همه چی ان خودشون. یه موضوع بده صحبت کنیم واقعا نمیدونم. موضوع جدی یا موضوع که فان باشه؟ موضوع جدی که موسیقی مملکت ما، در این حال که جدی البته فان هم هست. مثلا طرف یه صدای عالی داره میره میخونه، چون که تعداد فالوورش کمه دیده نمیشه، بعد اون یکی ارعر میکنه چون فالوور داره میگن وای چه صدایی. یعنی جای هنر مثلا میگم اینو اینجا نگه داریم. خب اینجوری برگردیم بریم اول. برگردیم از سر نو، از اول. باش. هومن جان خیلی خوش اومدی به برنامه من. مرسی. عرضم به خدمت شما که اینجا رنگین کردید. چی میگن مزین فرمودید؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا تزیین کردی، مثلا تو آباژوری مادتشو زده مثلا تو جوهر رنگی یا مثلا نیست 7 رنگ یا آر جی بی خورده. مثلا مزین کرده. نمیدونم مزینه، ولی فکر کنم بیشتر به تزیین مربوط میشه. خب من نمیدونم مزین کرده. من اطلاعات واژه شناسی الان تو تزیین کردی به نظر خودت. بس داره منو به چه چشمی ببینی؟ شاید بهرام رادانی یا مسیح و آرش. مسیح که نه، آرش ای پی اگه اشتباه نکنم. من شبیه خیلی‌ها گفتن. بگو خود بشمر چند تا گفتن تا الان بهت. علی سنتوری موقعی که موام بلند بود. من بهرام رادان بود دیگه. بعد یوسف پیامبر. یه سریال ترکیه‌ای بود که بود این پسر عشق ممنوعه بود، چی بود اسمش هم یادم مهند. از بک استیج دارم میگم مهند بهم گفتن دیگه، جیسون موموآ بهم گفتن، رگنار بهم گفتن. کدومش بیشتر دوست داری؟ مقطعیه دیگه. تو هر مقطعی مثلا یه آدمی چش رنگی، چون تو کشور ما اینجوریه که هر کی چش رنگی باشه میگن این شبیه اونه. فقط چون مثلا چشاش رنگی، بعد طرفی شباهتی نداره. ولی واقعا شاید برنامه مثل داستانی که ما میگیم چینی‌ها همه شبیه همن، از نظر ایرانی‌ها همه چش رنگی‌ها شبیه همن. مگه نیستن؟ چینی‌ها حتما هستن. چینی‌ها هم شبیه هم نیستن. خدا وکیلی من نمیتونم بفهمم، به خدا. من تو چینی‌ها فقط جکی چانو میشناسم. این یه دونه میدونم. بروسلی هم میشناسی با جدی. بروسلی من چینی بود. بروسلی اول کریستال بود، بعد آخرش چینی شد. بعد شکست. همون چینی شد کشتنش دیگه. اگه کریستال میموند خیلی بانمک شد. موضوع قشنگی بود. میگم بیا چیز کنیم. بروسلی چرا مرد؟ دنبال زیر بغل مار میگشت.
برنامه رزمیه مثلا قرار پاشیم فایت کنیم چیکار کنیم. نمیدونم. آره نمیدونم حالا ولش کن بیا برگردیم چرت زیاد داریم دوباره میگیم. برگردیم برو تا هم موزیک خودمون آره، ببینیم چه موزیک غلطی خودمون. قرار بکنیم. آره. اومد یه بیوگرافی از خودت آماده. بیوگرافی که خب اسممو که گفتم هومن رضایی، نوازنده شیر دست گیتار سفید که البته بازی. این لطف شماست. فدات. نمیتونم اسم خودمو بذارم نوازنده، میتونم بگم یک هنردوستی هم که حالا ساز گیتار رو انتخاب کردم، کار نوازندگی خوانندگی انجام میدم و توی سالهای گذشته بیشتر فوکوسم رو تدریس بود. یعنی تدریسم یه جوریه که یا وقتی وارد دنیاش میشی دیگه خیلی نمیتونی روی نوازندگی و کار شخصی خودت مانور بدی و بهتره که الان بگم مدرس موسیقی شاید این درسته. چند سال الان تدریس می‌کنی؟ تقریبا از سال 89 90 دیگه به صورت جدی و رسمی 14 15 سالی میشه بود. قبلش چیکار می‌کردی؟ دزدی می‌کردیم، آب و حوض می‌کشیدیم، شب شیش جیب می‌پوشیدیم ترک موتور. قبلش هم که درس می‌خوندم، کار خاصی نمی‌کردم، درگیر تحصیلاتم بودم. رشته‌ت هم غیر مرتبط با موسیقی. آره اون دوره مهندسی عمران می‌خوندم، بعدش دیگه به خاطر خانواده مهندسی عمران می‌خوندم، بعدش بنابر تمایلات شخصی رفتم مدرک موسیقی من یعنی گرفتم. اون زمانی که مثلا دنبال موسیقی بودی خانواده مخالفت می‌کردن؟ ببین تفکرات اون دوره، حالا اون دوره که میگم الان همه فکر می‌کنن که مثلا 500 سالمونه ولی اون تایمی که این اتفاقات میافتاد باور خانواده‌ها بر این بود که اگر مثلا بچه‌هاشون دکتر یا مهندس بشن خیلی برد کردن. یعنی هنوزم همینا، مثلا یه تایمی همه میخوان بچه‌هاشون مهندس شن، بعد یه تایمی همه می‌خواستن بچه‌هاشون دکتر شن، الان هم همه میخوان بچه‌هاشون هنرمند شن. یعنی مثلا هنرستان‌های موسیقی یه ذره بیشتر جون گرفته. ولی اون دوره اینجوری بود دیگه، باورها بر این بود که حتما باید بچه‌ها مثلا مهندس شن. توی خانواده ما هم اینجوری بود که اکثر بچه‌های خانواده همه تحصیلاتشون تو رشته‌های مرتبط با رشته‌های مهندسی بود دیگه، بر حسب این مد ما هم هول دادن اونوری. ولی خب واقعا زمانی هم که عمران میخوندم همش درگیر موسیقی بودم. عمران هم دوست داشتم، نمیگم موفق نبودم تو عمران، خیلی هم علاقه داشتم، هم سعی می‌کردم آدم خوبی باشم تو اون زمینه کاری، تو اون فیلد کاری، ولی خب موسیقیمو بیشتر دنبال کردم. بعدم دیگه رفتم مدرک موسیقیمو گرفتم که مرتبط با کاری که حداقل انجام میدم مدرکش داشته باشم. متولد چه سالی بودی؟ خب سوال بعدی بیا من میگم سالتی دادی هیچ کی قبول نمی‌کنه. اولش یه بار پرسیدم جواب ندادی. الانم سن فقط یه عدده. سن فقط یه عدده. آره. یعنی آب هیچ چیزی ندارید دیگه ما نیست. با اینجا پذیرایی مزیرایی. آه. آقای مهمان قبلی نه خیلی من اینجا دیگه آبدارچی شدم، دیدم خیلی درآمد موزیک خوب نیست، آبدارچی شدم. اگه اینو بخوری من لیوانش ببرم. حقوقش اینجا خوب بود. از علاقه‌مندان خیلی و زحمت همکاری با تیم ما دعوت میکنیم که رزومتون رو بیادین زیر کامنت کنید. لینک برای بذارید. بخش آبدارخونه دستمالی درامر. نه دم شما گرم. مرسی. قربونه. مرسی بیمه که این ما هم دادم تشریف بچه‌ها رد آوردید. کردن. خیلی برنامه اکتیوی دارید، یعنی در لحظه اراده کنی دوست در داشتی؟ اختیار تو همه چی عالی شد. حواست چیزای بد نخواهی به یوتیوب بنمون نکنه دیگه. چشم. چون بخوای اراده کنی هست. نه ما همون رفیق رفقامون رو می‌بینیم عشق می‌کنیم دیگه. پس این بنده خدا هم دیگه امیر تالار رو جمع کرده آبدارچی شده. نه تالا رو داره. نه ولی اجاره داده با تمام ما خیلی دمای شوخی کردیم اومد، ولی به خودش هم همیشه میگم واقعا یکی از بچه‌های دوست داشتنی موسیقی. یه دونه است. خیلی باسواد، خیلی عزیز، خیلی خوش انرژی. جزو معدود کساییه آره جزو معدود کسایی که واقعا من ساعت‌های زیادی زیادی وقتی کنارشم حال میکنم. بچه باحالی که دوستش دارم. آقا شما رو دارم میگم برادر. در حال چیزه. رفت. میگ بود میرفت و میومد. بریم از موزیکت شروع کنیم. کی شروع کردی؟ از چه چیو؟ سنی؟ اصلا موزیکو به سمت موسیقی از کجا شروع شد؟ از تئوری شروع شد؟ از چه سازی شروع شد؟ اصلا چه جوری بود؟ ببین اولش که واقعا از عشق به موسیقی شروع شد. خب یعنی من بچه که بودم خونمون 2 طبقه بود، بعد یه راپله‌ای داشتیم که نرده‌های فلزی داشتیم موقع. من یادم میرفتم کش میبستم به این نرده‌ها، صداهاشون رو تست می‌کردم ببینم با هم دیگه چه فرق میکنه، بدون اینکه سازا رو بشناسم یا حالا تو اون زمان شرایطی فراهم باشه که من کلاس موسیقی برم. خیلی یه ذره محدودتر بود اون دوره. حالا دیگه دارم توضیح میدم. اوایل تقریبا دهه 70 بود، اولش مثلا سال 72 73 اون حدودا. از اون موقع این علاقه استارت خورد تو من. بعد دیگه به واسطه یکی از اقوام که نوازندگی ساز پیانو انجام میدادن، مثلا من با پیانو آشنا شدم. یک کیبورد کوچولو داشتم پسرم من بهم داده بود. بعد با اون شروع کردم یاد گرفتن پیانو و این داستان‌ها، ولی یه کاتی خورد اومد تا هولوش 16 17 سالگی که دیگه گیتار رو استارت کردم، ولی به طرز عجیب غریبی. یعنی استارت گیتار زدنم انقدر که این سالها این علاقه هی
و این آتش زیاد شده بود، زمانی که ساز به دستم رسید فکر میکنم اگر غلوف نکنم حداقل روزی 8-9 ساعت تمرین میکردم و این باعث شد خیلی سریعتر از اون چیزی که باید پیشرفت کنم، خیلی سریعتر با ساز اخت بشم دیگه و همینجوری ادامه پیدا کرد تا به امروز. آره از امروزه خیلی راضی نیستم چون که همش درگیر تدریسم، واقعا فرصتی خیلی برای خودم ندارم. حالا در صددم یه سری برنامه بچینم که یه کوچولو تایم بیشتری برای خودم و نوازندگی و کار خودم بذارم. اگه برگردی به 17 سالگیت 16 سالگیت بازم همین مسیر تدریس رو انتخاب میکنی یا اینکه میرم نه یک املاک چیزی کار جایگزین؟ میکنم. یعنی کلا موسیقی که دوست دارم ولی میرم املاک کار میکنم. آره چون که تو کشور ما از هنر نمیشه پول در آورد. حالا یه عده اسمن از هنر پول در میارن ولی خب فقط اسمه. یه خیلی محدودن دیگه، افراد کمی بودن که تونستن از هنر اونجوری که باید برداشت کنن. من به نظرم کی مشکل کارت کجاست؟ یه بنده خدایی هست ترندم شده گیتار آموزش میده تو 6 جلسه اینا. آره من تو 3 جلسه آموزش میکنه تازه ما از تو بیشتر پول در میاره، از تو من رو هم بیشتر پول در میاره، خشتک گیتار رو میگیره دیدی؟ آره البته من یه روشی دارم که بچه‌ها تو 3 جلسه گیتار یاد میگیرن، یا یاد میگیرن یا میکشمشون. خیلی هم چیزی راستی الان یادم افتاد گفتی بحث تدریس که چند تا کلیپ ازت دیده بودم. یه چیز بود با اسپری چسب میزدی فندک گرفته بود که آتیش میزدی تو سر و صورت هنرجو که تمرین نکرده بود. من همیشه به هنرجوام سر این داستان خیلی گیر میدم، میگم که یا پیش من کلاس نیایید یا اگر اومدید تمرین کنید. یکی دیگه بزنید. به مومن رضایی سوگند که همیشه در مکتب و باقی میمانیم. بال بزنید. آفرین باریکلا. از اول با شمارش. از اول از اول بدو. 1 و 2 و 3 لا بود. بدو. دلایل جدیش واقعا اینا، اینکه توی شرایط سخت اقتصادی پدر مادر رو زحمت میکشن، تلاش میکنن این شرایط فراهم کردن، طرف بیاد ساز یاد بگیره بعد میاد بیخیال میره، انگار نه انگار که این موقعیت براش فراهمه. بعد وقتی قیاس میکنم با دوران بچگی خودمون که چقدر سخت بود این یادگیری ها، اینکه برسیم به اون نقطه که یکی رو پیدا کنیم بهمون آموزش بده، واقعا جا میخورم که چرا اینقدر ساده است کنارش میگذارن. یه دلیل دیگه هم اینه، میگم شما میاین پیش من کلاس برین یه جا خراب کنین، میگن استادتون کی بود؟ میگه فلانی آبرو منو میبرید. کسی هم که میخواد آبرو منو ببره من پیش دستی میکنم آبروشو میبرم. همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. آره دیگه خلاص نیاد پیش من کلاس، اگه میاد اینجوریه. هر روزم تمرین میکنی؟ تمرین یا تمرین گیتار؟ خیلی تایمم کم شده دیگه، یعنی واقعا دیگه نیازی نیست شرایط اقتصادی کشور توضیح بدیم، ولی هر روز صبح که پا میشی یه چالش جدید داری از نظر اقتصادی و بیشتر باید بدوی. این قضیه باعث میشه که اونجوری که دلم بخواد نه تمرین نمیکنم. خیلی دوست دارم شرایط دوباره فراهم کنم بشینم ساز بزنم، ولی خیلی محدودم و امیدوارم که به زودی این اتفاق رقم بخوره، بتونیم یه ذره به خودمون رسیدگی کنیم تو بحث نوازندگی. آخرین بار کی زدی؟ کیو؟ ساز منظورم بود. ساز که واسطه تدریس تقریبا هر روز درگیر ساز زدن هستم، ولی اینکه برای دل خودم بشینم تمرین کنم خیلی کم فرصتش پیش میاد. این جایی که الان هستی اینجا نه از زندگیته. خب جایگاهی که الان داری از لحاظ هنری، حالا توی تدریس این همه سال رزومه جمع کردی، خیلی ها میشناسنت توی حوزه تدریس، میخوام اینجوری ازت بپرسم چقدر این جایگاهه با اون چیزی که تو ذهنت بود در گذشته فاصله داره، یا اینکه نزدیک بهشه یا دوره؟ کدومش؟ ببین خب آرزوهایی که ما از قبل برای خودمون داریم خیلی متفاوت تر از اون چیزی که به دست میاریم، ولی این به این معنی نیست که چیزی که به دست میاریم جایگاهش پایین تره. من خیلی دوست دارم جایگاه امروزم و به این دلیل که ارتباطم با بچه‌ها رو دوست دارم، این که با تمام نسل‌های بعد خودم به نوعی تونستم ارتباط برقرار کنم. موسیقی واسطه‌ای بوده که باشون در ارتباط باشم، یه جورایی انگار اون نسل رو میشناسم، باشون میرم میام و تو کلاسامون واقعا فقط فضایی نیست که بیا سازتو بزن برو، رفیقیم با بچه‌ها. یعنی مدل اینجوریه که خارج از کلاس هم با هم دیگه در ارتباطیم و دوست دارم این قضیه رو. شاید از نظر مثلا اقتصادی اون توقعاتی که داشتیم برآورده نشد، اونم خب شرایط ایران متاسفانه همیشه همین بوده دیگه. کسی که دنبال این بوده که یه کاری و حرفه‌ای حداقل در زمینه‌های هنری انجام بده خیلی نتونسته برداشت خاصی بکنه، یا شاید برای من به اون صورتی که باید
اون چیزی که میخواستم نشد، ولی از این جایگاهی که هستم خیلی راضیم و لذت میبرم. چی میخواستی که نشد؟ بیشتر هدف این بود که آلبومامو بدم بیرون، کنسرت خودمو بذارم، درگیر این داستانا باشم که دیگه خودت هستی توی مارکت، میدونی چه جوریه این قضايا، دیگه بر نمیگرده به این که تو چقدر استعداد داری یا کار چه شکلی یا چه جوری میخونی. خیلی المان‌هایی هست که هیچ ربطی به هنر نداره و اون المان‌ها همیشه سدی بوده برای پیشبرد این اهداف دیگه. ولی تو یه سری از المانا رو داری بیشترشو، اون المانایی که تو مارکت الان الان صدا باشه، سواد لطف باشه، داری، میدونی مرسی. چی دارم بهت میگم. خب توی کشور ما الان این چیزا دیگه ملاک نیست. توی کشور ما بیشتر این ملاکی که چه کسی مثلا ویو بهتری میگیره، چه کسی مثلا فالوور بهتری جمع میکنه، یا اینکه توی فضای مجازی باید بلاگری کنی که تهش بیا بگی من موزیسینم. آره ولی میدونی من همیشه میگم اون کسی که میگه مثلا ویو بیشتری میگیره، به نظرم در ابتدای داستان شرایط هممون یکسانه. تنها تفاوت اون آدمی که مثلا میاد ویو میلیونی میگیره و ترند میشه، بس این مبلغی که پشت اون آدم و ترندش خوابیده، چون به جز اون اصلا نمیتونه چیز دیگه باشه. قدیم میگفتن کار خوب راهشو پیدا میکنه، ولی الان بیا 100 تا کار خوب تولید کن، هیچ اتفاقی براش نمیفته. با یه بخشی از حرفات موافقم، با یه بخشش نه. 100% پول خیلی تاثیرگذاره توی تبلیغات و دیده شدن، ولی معمولا کسانی دارن دیده میشن که ما کار خاص هنری ندیدیم ازشون. میگم فقط پول هست دیگه. خب پول هست، ولی در کنار این پوله یه سری حرکاتی که ربطی به خوانندگی و هنر نداره هم خیلی دخیله. اینکه تو چجوری کارتو ارائه بدی. حالا دیگه نمیخوام خیلی بشکافم قضیه رو، مثلا خیلی از خانوما چجوری کارو ارائه میدن، خیلی از آقایون، حالا یه مثالی خودت زدی که فلان بنده خدا مثلا اینجوری مثلا از اصطلاح مثلا دیگه داریم صحبت میکنیم تو هم بازش کردی، حالا نمیخوام خیلی وارد حاشیه بشم، ولی اینکه مثلا یه سری الفاظی رو به کار ببرن، یه جورایی هنر موسیقیمون هم شبیه به سینمای کمدیمون شده دیگه. یعنی هر فیلمی که توش بیشتر فوش بدن بیشتر بازدید داره. هنرمون هم یه جورایی به این سمت و سو رفته. من واقعا اگر ببینم کسی استعداد داره، توانایی داره و دیده میشه، عشق میکنم، خیلی خوشحال میشم. تو این چند سال شده مثلا ترکایی بیرون اومده یا افرادی دیدم توی فضای مجازی گفتم واقعا دمشون گرم، چقدر خوب خوندن، ای کاش بیشتر دیده بشن. خیلی از دوستان خودم هستن که فوق‌العاده‌ن، یعنی به جرئت میتونم بگم از 90% مارکت فعلی ایران که ما بگیم اینا استارهای مارکت هستن قوی‌ترن، ولی دیده نشدن. پشت پرده این ماجراها که حالا اصطلاح موسیقی مافیای موسیقی خیلی باب شده واقعا هست، نمیتونیم کتمانش کنیم. یعنی یه تیمی هست که بخوان تو میری بالا، نخوان نمیری بالا. حتی اگر در فضای مجازی دیده بشی، مردم ببیننت، مردم حال کنن باز وقتی میرسی به مرحله اجرا و ارائه باید از فیلتر اون افراد رد شی دیگه. با خیلی رو داشتی معروف شدن تو فضای مجازی، ولی تو کنسرت حتما باید از اون فیلتر عبور کنن دیگه. به خاطر همین یه ذره نمیگم بیخیال شدم، هنوز دارم کارمو انجام میدم، ولی دیگه اون انگیزه هم مثل سابق نیست، مگر اینکه شرایط تغییر کنه، بشه یه حرکتایی زد اون موقع ما هم بیشتر خواستم ازت بپرسم در مورد کارات، مثلا چه برنامه‌ای داری برای ترکات؟ آلبوم میخوای بدی، تک ترک میخوای بدی، کنسرت میخوای بذاری؟ همشون، ولی در قالب آلبوم نه. فکر میکنم که شرایط فعلی جامعه ما خیلی آلبومو نمیپسنده. یعنی تو اگه بیای یه 10-12 تا کار تزریق کنی توی بازار، یک بار مردم گوش میدن، خدا نگهدار. انقدر ماشاءالله آرتیست ها زیاد شدن، شما شب میخوابی صبح پا میشی 200 تا ترک جدید اومده، مدام اسم باید تکرار بشه. و ترجیح همینه اگر هم در قالب آلبوم چیزی میخوام تولید کنم که الانم در دست تولید هست، به صورت سینگل ترک پخش شه، حالا با فواصل زمانی درست حسابی معین، و بیان بیرون. خیلی هم تو این چند سال بهم گفتن شبیه به مارکت کار کن، ولی نیستم دیگه. من مدل خودم رو دوست دارم کار کنم. میگم اون کاری که من دارم انجام میدم فن خاص خودشو داره، ترجیح هم بدم یه کاری که همه دارن انجام میدن و انجام ندم، یه ذره مسیرم متفاوت. بیشتر هیت میگیری سر موزیکات یا نه مثلا تشویقت میکنن، خوششون میاد؟ تو الان چند تا ترک پخش کردی؟ خب معمولا این چند تا ترک که پخش شده من خیلی تبلیغات خاصی براشون نکردم. عزیزانی هم که کارا رو دیدن لطف داشتن همیشه به من، خیلی هیت خاصی نگرفتم. شاید هم دلیلش اینه که خیلی افراد غریبه کارمون ندیدن، ممکنه اگر پخش گسترده بخوره خیلی هم حال نکنن. طبیعیه، موسیقی یک چیز سلیقه‌ایه، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که همه یک خواننده‌ای رو دوست داشته باشن یا همه یک خواننده‌ای رو دوست نداشته باشن. کاملا یک موضوع طبیعیه. از بین موزیکایی که تا الان پخش کردی کدومشو بیشتر از همه دوست داری؟ توی موزیکایی که پخش شده تا به امروز، کار کدوم جاده رو دوست دارم، کار
نمیمونی رو دوست دارم. یه سری کارهایی که هنوز پخش نشده رو خیلی هاشون رو دوست دارم، حالا چون پخش نشده نمیگی بی خود گفتنش. آره ولی خب تو کار جدید یه سریشون خیلی واقعا دوست دارم. چند تا ترک بدی اجرا میذاری؟ من هم فردا اجازه بدن اجرا میذارم. خیلی تو قید و مشکلی بند داریم مگه نیستم. باید اجازه؟ خیلی واقعا دردسر داره مجوز اجرا گرفتن. خیلی لقمه رو دور سرت باید بچرخونن تا اونقدی برسی به ترک اجرا. داری که به اجرای زنده برسه؟ آره. یعنی 90 دقیقه رو پر میکنه؟ آره دارم. خیلیشون هنوز بیرون نیومدن ولی خب برای نه منظورم اجرا از ریلیز شده ها. نه ریلیز شده ها به اون تعداد نرسیدن، ولی اگر بخوام اجرا بذارم خیلی برام اهمیتی نداره که حتما کارا ریلیز شده باشن. اجرا رو میذارم، اصلا برای اولین بار خیلی از کارا رو اونجا معرفی میکنم و بعدش پخششون میکنم. اتفاقا دوست دارم این کارو، اینکه حالا اون کسی که لطف داره و فنه و دوست داره اجرا رو ببینه بیاد این کاریو ببینه و مثلا یکی دو ماه بعد کار بیرون بیاد اگر حال کرده باشه با کار. با این حرکت خیلی حال میکنم. مرض دارم. 5 سال آینده خودت کجا می‌بینی؟ 5 سال آینده احتمالاً کمپ ترک اعتیاد، چون نوازنده شیر دستید. اونجوری که شما ما رو معرفی کردی با پیکنیک باید بشینیم ساز بزنیم. خدایش تا حالا کسی به نگفته بود شیر دست. 5 سال آینده که در این لحظه که ما اینجا نشستیم ما راجع به 5 روز آینده هم نمیتونیم تصمیم بگیریم، چون بالاخره آلودگی، جنگ، اقتصاد، آتش سوزی، ممکنه یه سری جنگل بیارن اینجا آتیش بزنن. جمع تمام خوبی‌ها جمعه. آره واقعا. یعنی تو ایران هر چقدر هم بخوای یه برنامه فام پیش بره تهش یه تلخی توش هست. زمان دبیرستان و اینا که درس می‌خوندیم تو فیزیک مثلا بهمون یه فرمول میدادن تاش میگفتن که فارغ از محاسبه استحکاک، خب یعنی از استحکاک صرف نظر کن. حالا اینجا میخوام بگم از بلایای طبیعی اگه صرف نظر کنیم تو خودت 5 سال آینده کجا؟ اگه همه چی مرتب باشه و بر اساس اون چیزی باشه که دلخواه خودته. اون چیزی که دلخواه خودمه واقعا دوست دارم یک مدرسه موسیقی را بندازم، چون که به شدت از شرایط تدریس موسیقی در کشور گله‌مندم. منظورم آموزشگاه‌ها صرفا نیست، مراکز رسمی آموزش موسیقی، هم از هنرستان‌ها و دانشگاه‌های موسیقی که الان هست. یعنی دوست دارم، شاید تفکر من غلطه، من تحمیل نمی‌کنم تفکرمو، ولی دوست دارم یک مدرسه موسیقی را بندازم، یک مدرسه موسیقی که واقعا با استانداردهای جهانی پیش بره، نه اینکه فقط بریم یه سری دروس رو پاس کنیم بگیم ما موزیسینیم. یکی اینو خیلی دوست دارم، دوم اینکه اجراهای خودم و ترکامو خیلی دوست دارم واقعا برسه به روزی که یه تور بذارم کارامو اجرا کنم. باحال میشه. آره حالا سبک و سیاق کارام که خودت میدونی یه کوچولو میگم متفاوت، رو استیج بودن و کلا دوست دارم، بهم حال خوبی میده. ببین سوالی که دارم، بریم یه گریز بزنیم به یه ور دیگه، بذاره چالشیش کنیم ولی جدی. به نظر تو که میگی که با حالت تدریس، روش تدریس و حالا همه داستانایی که هست توی هنرستان و این ور و اون ور مشکل داری یا گلایه میکنی، من به نظرم از بیس مشکل داره موسیقی توی این مملکت، به خاطر اینکه مثلا خودم رو در نظر میگیرم، مثلا اون که بچه بودم علاقه داشتم به موسیقی، ولی تو کل دوره‌ای که ما درس خوندیم، ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، تمام این داستانا، هیچ چیزی از موسیقی به ما یاد ندادن. یعنی حتی اینکه بهمون بگن که دو ره می فا سل لا سی که برمیگرده به دو، یعنی ما همین رو هم خب برامون ارزش قائل نشدن که بهمون یاد بدن، ولی عوضش عربی یاد گرفتیم. باز زبان انگلیسی هم خیلی افتضاحه به نظرم آموزش دهیش، از راهنمایی اضافه میکنن ABCD رو یاد میدن و حالا یه چیز جسته گریخته‌ای، ولی واقعا به نظرم باگه. مگه میشه یک آدم بدون موسیقی زندگی کنه؟ پویان منو به جرم حمل ساز بازداشت کردن. تو داری میگی تو مدارس چرا موسیقی به بچه‌ها یاد نمیدن؟ یعنی یه جا منو گرفتن گفتن چون که ساز همراته، یعنی من 2 بار من بازداشت شدم، حالا نه بازداشتی که ببرن بازداشتگاه و فلان و اینا، به منظور این که حالا مثلا گیر دادن بهمون یه ساعت 2 ساعت من علاف کردن. یه بار به خاطر حمل ساز به من گیر دادن. گیتار؟ آره گیتار دستم بود، منو گرفتن که تو چرا گیتار داری، به خدا. بعد این قضیه واسه مثلا دهه 80. یه بار دیگه هم در اواخر دهه 80 منو به یک جرمی گرفتن که اگر بهت بگم هر میخندی. اینجا منو گرفت پلیس، من داشتم رفتم نون بخرم، دانشجو بودم توی شهر رامسر، داشتم رفتم نون بخرم نونوایی. بعد یهو ماشین گشت از کنار ما رد شد، فکر کنم من داشتم قدم میزدم خیلی نرمال، هندزفری هم تو گوشم بود، داشتم موزیک گوش میکردم. بعد یهو بوق زد، من هندزفری در آوردم، فکر کردم آدرس میخواد بپرسه، گفت بیا بالا.
بعد من نگاه کردم دیدم مثلا نه دختری از این دور و برا رد شده که بگم مثلا این تو ذهن خودش گفته این آخه اون موقع اینجوری بود اگر تو با یه دختر تو خیابون به موازات هم دیگه تو از این ور خیابون رد می‌شدی اون یکی از اون ور میگرفتنت، میگفتن تو مثلا داری مزاحمت ایجاد میکنی. دیدم نه دختر هست نه زنگ خونه کسی هست که من زده باشم فرار کنم. بعد منم خیلی ریلکس سوار شدم، گفتم جانم. گفت که بریم کلانتری. گفتم چرا؟ گفت یه طرحی اومده به اسم طرح مبارزه با غرب گرایی، تو قیافت شبیه غربیاست. یعنی باور کن من به این جرم، حالا اسم اون آدمم که این کارگر یادم دیگه اسم نمیارم، حالا فردا یه خفت ما رو بگیره دوباره ما رو بازداشت کنه، اون افسره رو یادم. بعد من خندیدم گفتم که فانه دوربین مخفی چیزیه. بعد واقعا منو بردن کلانتری. بعد چیکار کردن؟ هیچی، نیم ساعت من کلانتری نگه داشتم، من خیلی ریلکس نشستم. بعد ولت کردن رفت یا تعهد دادی مثلا؟ نه تعهد که ندادم، من خیلی آدم کول همینجوری نشستم واسه خودم، گفتم خب هر تموم شد بگید من برم. یا مثلا میگم همون داستان حمل موسیقی، حالا از بحث تو خیلی دور نشم، واقعا اینجوریه. ما تو این شرایط زندگی کردیم. خب من اواخر دهه 60 به دنیا اومدم، متولد 67 ام. حالا جواب سوال قبلیت هم بدم. دهه 70 من یادمه مثلا خیلیا برای اینکه برن پیش یک استادی موسیقی یاد بگیرن از یک شهری به یک شهر دیگه میرفتن که استاد خوب پیدا کنن، انقدر که اساتید موسیقی اذیت شده بودن. یه طرف داستان اینه و واقعا امروزی که آموزشگاه‌های موسیقی 4 تا آدم توش میاد میره، نسبت به اون سالها نعمته. من خودم به عنوان یک مدرس خیلی لذت میبرم وقتی میبینم خانواده‌ها انقدر پیگیر اینن که بچه‌هاشون بیان مثلا دوره موسیقی کودک بگذرونن، بعد حالا ساز تخصصی انتخاب کنن و قطع به یقین موسیقی 20 سال آینده ما شبیه به فجایع امروزیمون نیست. میگم فاجعه چون که هیچکی سر جای خودش نیست. اولین دلیلی که داره سوای مسئله آموزش، موزیسین‌های خوب ما هن. من خیلی‌ها رو میشناسم لیسانس فوق لیسانس موسیقی دارن، فقط منتقدن، فقط نشستن یه گوشه‌ای مثلا میگی که فلانی، میگن بابا اینا که خواننده نیستن، بابا اونا که آهنگساز نیستن. من از همینجا عرض میکنم شما بسازید، کی باید بسازه؟ مثلا طرف اومده گیر میده، میگه طرف بچه 17 ساله نشسته تو خونه یه کارت صدا گرفته واسه ما شده آهنگساز. خب شما که لیسانس موسیقی فوق لیسانس موسیقی داری، شما که تجربه قدیمی توی این داستان داری، خب شما بساز. چرا نمی‌سازی؟ آخه بحثی که هست این قشری که میگی که به شدت هم قابل احترام هستن و خیلی سالیان سال تلاش کردن، خودشونو جدا کردن خب از مارکت انگار موسیقی ما. انگار اینا مثلا تو مریخ زندگی میکنن. میگم خب چرا نمیکنید؟ من خیلی این چالش رو داشتم با خیلی از دوستان. نباید خب میدون رو خالی کنن. میدونی چی دارم میگم؟ مثلا من مثال برات میزنم، فکر کن ورزش رزمیه، خب مثلا جودو، طرف میاد میگه آره این بچه‌ها نمیتونن فلان. خب داداش تو که میتونی بیا. میدونی چی دارم میگم؟ یه ارز اندامی بکن. پویان بحث ارز اندام نیست، بحث اینه که ما برای کی داریم موسیقی کار میکنیم؟ برای مردم دیگه. اگر ما قراره به عنوان هنرمند کاری انجام بدیم که چه تاثیر فرهنگی بذاریم در جامعهمون، چه یه کاری کنیم آقا من یه ترک بدم بیرون همه حال کنن بشنون. ما هنوز تو دانشگاه‌ها و توی مدارس موسیقیمون گیر اینیم که مثلا در قرن 16 تا 18 چه اتفاقی افتاد و تمام. خب بعدش هم بررسی کنید آیا مثلا امروزه توی اروپا هنوز دارن راجع به موزارت و بتهوون صحبت میکنن؟ نه. خیلی عوض شده. من یه چیز جالبی که برام اتفاق افتاد توی این چند سال اخیر، مثلا یه سری بندهای کره‌ای خیلی معروف شدن، کی پاپ خیلی رو بورس اومد. من دیدم یه سری خواننده‌هایی که مثلا خواننده‌های مگا هیت دوره ما بودن اومدن دارن با اینا فیت میدن. مثلا التون جان اومد مثلا با گروه‌ها اینجوری کار کرد، مثلا کولدپلی اومد کار کرد. خب آپدیت شدن یعنی این آدما نیومدن میگن نه مثلا من التون جانم، من کولدپلی ام، کسر شأن این کارو بکنم. کسر شأن چیه؟ شما باید ببینی که مردم چه چیزی میخوان. من اصلا نمیخوام کی پاپ و اینا رو تایید کنم و من میگم مملکت ما، سیستم کشور ما، مردم ما، فرهنگ ما نیاز داره که یک سری موزیسین قوی بیان متناسب با اون چیزی که امروز هست و اون چیزی که مردم میپسندن کار بسازن. توی دهه 70 خیلی از خواننده‌ها مثل حمید حامی، مانی رهنما، نیما مسیحا جزو بچه‌ها بودن که کار خیلی خفنی انجام دادن، ولی دیگه اون دوره تموم شد و متاسفانه اون خواننده‌ها، حالا امیر سالار میاد یه چیزی میگه عشق حامی، اون خواننده‌ها تو همون دوره گیر کردن و تو دهه 90 و 80 و الان هم که دیگه به اینجا رسیدیم یه نفر ترکید فکر کنم چشاش شوره، اسم حمید حامی میاد با چشاش میدونه چش بزنه و گزدش ریخت. واقعا آپدیت نشدن و نسل جدید الان مثلا با امیر سالار رو صحبت میکردیم، میگه که حامی گوش میکنیم، میگه حامیم
اصلا آره یه میم خیلی عجیبه. مثلا حمید حامی حالا جزو خواننده‌های واقعا با کیفیت این کشوره و نسل جدید نمیشناسش، نه به علتی که حمید حامی خواننده خوبی نیست، به علت اینکه درست معرفی نشده، به علت اینکه کارهایی که داره میسازه هنوز داره برای دهه 50 60 ها کار میسازه. ما اگر آپدیت نشیم نمیتونیم هیچ کاری کنیم. مثلا خودمو میگم، کاری به سایرین ندارم. اینکه ما بشینیم هی فقط بگیم ما خوبیم، من لیسانس دارم، من فوق لیسانس دارم، من خیلی با صراحت میگم دوستان نازنینی دارم که واقعا اساتید برجسته موسیقی هستند، ولی همیشه نقدم بهشون اینه خب بسازید. اینکه تو فقط میگی من لیسانس دارم به چه دردی میخوره؟ مثل این مونه من دکتر باشم بعد یه مریض رو نتونم خوب کنم، مدرک دکترای من هیچ دردی نمیخوره. کاملا موافقم باهات. ولی ببین آخه نسل کاملا عوض شده الان. یعنی بچه‌ها نوجوانایی که الان هستن خیلی کم توشون پیش میاد که مثلا به موزیک هایی که قبلا تولید میشده و خیلی هم خفن بوده علاقه‌مند باشن. مثلا کاری که واروژان ساخته بیا پلی کنی برای یک نوجوان مثلا دهه 90 یا اواخر دهه 80 بهت میگه این چرت و پرت چیه. میدونی چی دارم میگم؟ دنبال یه فاز دیگه ای میگرده، خیلی هیپ هاپ استایل شده کارا، خب خیلی دوست دارن هد بزنن با کارا، نمیدونم یه ذره عجیب غریب شده. میدونی ترانه‌ای وجود نداره، ما ترانه سرا میاد مینویسه دیگه، درست میگم؟ الان همه شده مثلا تکست، یعنی بیشتر شاید نثره، شما میخونی کاری که داره میگیره توی استایل هیپ هاپ و اینا، میگم یه چیز جدیدیه که من بعید میدونم مثلا تو خودت به عنوان یک دریشستی که سالیان سال فعالیت میکنی حاضری بیای مثلا دارم بهت میگم مثل علیرضا جی بخونی یا مثلا بیای مثل علی یاسینی بخونی؟ میدونی موضوع کجاست؟ شاید من حاضر نباشم اونجوری بخونم، ولی حاضرم کاری بسازم که آدمی از نسل جدید بیاد درست بخونه. اگر گرایش نسل من به نسل جدید به اینه که همچین موزیکی گوش بده، ما باید بیایم تو اون ژانر موزیک خوب بسازیم. خب من احساس میکنم که داره یه جایی قراره که به زودی استاپ بخوره، جلوی اون موسیقی های قوی که در گذشته ساخته میشد گرفته بشه، چون مخاطب نداره. خب این چی دارم خب میگم؟ باید آپدیت شه. خب همین دارم میگم. تو دهه 70 مثلا خانم‌ها میومدن مانتو میپوشیدن، انقدر اپول چی بود مثلا داشت. خب الان نه کسی این کارو میکنه. نه همونطوری که اون داره آپگرید میشه، همونطوری که تکنولوژی داره آپگرید میشه. شما مثلا اگه دهه 70 میرفتی با یه گوشی لمسی تو خیابون، همه فکر می‌کردن فضا اومدی. وقتی همه چی آپدیت شده تو نمیتونی اونو هی تحمیل کنی به مردم. آقا دوره گوگوش و ابی یه دوره‌ای بود، از یک جای استارت شد تا یه جای پیش رفت. الان ما گوگوش و ابی نسل خودمون رو نیاز داریم. بعد چون که بچه‌هایی که باسوادن هنوز گیر دادن برن موزارت و بتوون بزنن که نه برای فرهنگ ماست نه برای ذائقه موسیقیای کشور ماست. تو خود ایتالیا هم دیگه الان اپرا مثل قبل طرفدار نداره، یعنی موزیکای نسل جدیدشون رو دارن گوش میدن. بعد ما گیر دادیم که موزیک خوب فقط یعنی این موزیک. من مدرک خودم موسیقی کلاسیکه، خیلی هم لذت میبرم از زدن موسیقی کلاسیک، ولی موزیسین ها از این لذت میبرن. شما به قوی ترین کار موزارت رو بذار مثلا برای راننده تاکسی، چه حسی میخوای بهش القا کنی؟ اصلا شناختی نداره از این داستان. این که اسم موسیقی فاخر رو مثلا تا میگی موسیقی فاخر مثلا میگن بتوون، موزارت. ببخشید فورالیز یعنی چی؟ تعبیر میکنید فورالیز رو برای من؟ آقای بتوون یه کاری ساخته به اسم فورالیز برای الیز. خب مثلا بوده دیگه. خب حالا مثلا نمیدونم الیزه به قول امیر سالار دیکته چی میگن غلطگیر. من با لیوان منو میزنه. آره. کارو برای کی ساخته؟ خب بعد چی میشه که اون فاخر میشه، بعد مثلا قد و بالای تو رعنا رو به نظر میشه خالتور. آقا سالها پیش در کشور ما کاری ساخته شده به اسم بابا کرم، تو هنوز پلی میکنی، حال میکنی با این هارمونیه. یا من چند روز پیش با یک دو تا از بچهای آموزشگاه صحبت میکردیم که نوازندگی گیتار سازی کلاسیک انجام میدن، حالا دیگه اسم سازشون نمیارم. بعد من این سوال ازشون پرسیدم. انوشیروان روحانی و شهرداد روحانی هر دو تا از یک خانواده هستن. یکیشون کلا تو کلاسیک، یکیشون کلا تو پاپه. اگر ما از عموم مردم سوال کنیم، نه موزیسینا که کدومو میشناسن، یا اگر یه تیکه از آثارشون رو زمزمه کنیم کدومو بیشتر میشناسن؟ حالا شما بگو مثلا شهرداد با یانی رفته، مثلا رهبر ارکستر یانی بوده، ولی شما آهنگای هایده رو همه شنیدن دیگه. انوشیروان بیشتر شنیده شده. پس ما باید به این نتیجه برسیم که مردم ما این استایل موزیکو میپسندن. ما به زور نمیتونیم کلاسیک بکنیم تو حلقه اینا. هیچ چیزی زورکی نمیشه، هنر زورکی نیست. طرف باید حال کنه. بعد تو نمیسازی، آقای فلان میاد 4 تا کار منشوری میسازه، 4 تا چرت و پرت هم توش میگه، 40 میلیون هم ویو میگیره.
چون که داره هوش به خرج میده دیگه، یعنی فهمیده که الان جامعه ما اینو میخواد. هیچکی هم که نمیاد کار درست انجام بده، منم که اصلا کاراکترم این، اصلا حال میکنم تو فضای چیپ بیام یه حرکتی بزنم، کار میده بیرون و میگیره. چرا نگیره وقتی هیچ کاری نیست باشه رقابت کنه؟ الان آخرین کارهای مثلا 6 و 8 درست حسابی ببین، ما یک مردمی هستیم که رقص با فرهنگمون عجینه. توی 3-4 دهه اخیر چند تا خداییش 6 و 8 خوبی، که منظور از 6 و 8 متر 6 و 8 نیست، منظور موزیک رقصی، حالا چون الان یه سری میگن 6 و 8 که فقط رقصی نیست، کاری با اونش نداره. چند تا کار خوب ارائه شده، چند تا کار خوب مثلا همون قد و بالای تو رو هنوز تو عروسی‌ها دارن میزنن. بعد مثلا بچه‌هایی که موسیقی کلاسیک کار میکنن، الان امیر سالار 4 شب دیگه زن بگیره مثلا سمفونی 9 بتهوون پلی میکنه تو عروسی، خدا وسط میاد با کارهای دیگه غیر میده. من هستم اونجا فیلم میگیرم میذارم برای بچه. این داستان اینجاست که ما نمیتونیم یه چیزی بگیم یه چیز دیگه عمل کنیم. اگر ما موزیسینیم باید برای فرهنگ جامعهمون تلاش کنیم. تو الان میگی نسل جدید اینجوری، خب چه خوراک روح و فرهنگ نسل جدید چه کسی باید تامین کنه؟ هنرمندا دیگه. حالا میخواد سینما باشه، میخواد موسیقی باشه. وقتی من هیچ چیزی ارائه نمیدم، کل موسیقی الان کشور ما، خودمو میگم مثلا به کسی نقدی ندارم، الان مثلا کارهایی که من میدم واقعا کار فرهنگیه، فقط ناچارم برای اینکه تو بازاره مثلا بیام بذاره باشم منم همون طیف کارا رو بخونم. یعنی موسیقی ما فقط شده این که ما یک سری کار ارائه کنیم که مردم باهاش خاطره سازی کنن، متن ترانه جوری باشه که مردم باهاش همزاد پنداری کنن، حال کنن، بگن این موزیک رو ما دوست داریم. میدونی مشکلی که هست چیه؟ تو میگی موسیقی داره این اتفاق براش میفته، من میگم که انگار یه اتفاق جهانی افتاده. خب توی تمام چی میگم به شاخه هایی که به آرت و هنر مربوط میشه، یعنی فقط موسیقیمون نیست. اگه دقت کنید مثلا تو فیلمسازی هالیوود هم من احساس میکنم الان خیلی رو به افول رفته. شما الان طلایی ترین دوران فیلمسازی دنیا رو که نگاه میکنی مال چه سالیه؟ مثلا دهه 80 پیدا میکنه، دهه 90. از وقتی که مثلا وارد سال 2000 به بعد شدیم، هر چند سال یه بار یه فیلمی مثلا میاد که خوبه. میدونی چی دارم میگم؟ انگار جهانی همه چی اینجوری داره میره به سمت پایین، کلا مفهوم گرایی افول کرده. خب همین دارم میگم. یعنی شما میای موسیقی های قدیمی رو هم گوش میکنی، مثلا موزیک های رترو استایلی که ما میریم گوش میکنیم، چقدر پرباره از لحاظ هارمونی، آکورد بندی، تنظیم. میدونی چی دارم میگم؟ حتی ترانه‌اش. ولی الان جدیداً باز میبینی که توی غرب هم موسیقی ساختنشون اومده فورکورد شده. خیلی جالبه ها. آخه میدونی داستان چیه؟ یه مثالی بود یه مدت مثلا بچه‌ها میگفتن تو نباشی دوستات هستم، به پارتنرشون معمولا میگفتن. الان هم داستان اینجوریه، تو نباشی یکی دیگه میاد جات کار انجام میده. اگر آدم متخصص سر کارش وای نسته، یکی دیگه که عشقشو داره، ذوقش شده داره یا میخواد دیده بشه میاد سر کار وای میسه. و چون که اون آدم کیفیت لازمو نداره، کیفیت کلی ماجرا رو میاره پایین. چه سینما باشه، چه تئاتر باشه، چه موسیقی باشه، چه نقاشی باشه، هر چیز دیگه‌ای. حرفت کاملا درسته، در تمام جهان اینجوریه. حالا بس خیلی داره فلسفی میشه، ولی کلا اون انسان به دنبال معنا رو دیگه نداریم. همه فقط روزمره رو میخوان بگذرونن. و حالا این واژه‌ای که میگن در لحظه زندگی کردن، در لحظه زندگی کردن و در لحظه به کثافت کشیدن دو تا موضوع واقعا متفاوته. یعنی مفهوم زندگی این نیست. خیلی چیزا عوض شده، ولی به نظر من تنها چاره حداقل برای فرهنگ کشور ما اینه که هنرمندایی که واقعا میتونن و توانش رو دارن باید بیان بشینن فکر کنن. یعنی یک اتاق فکری درست کنن، ما چیکار کنیم این نسل جدید رو ببریم به یک سمت سوی درستی. اینکه فقط تو خونه بشینی برای خودت ساز بزنی یا فقط هی بگی که من استادم، من فلانم، هیچ دردی نمیخوره. مستلزم همدلی تعداد زیادی از متخصصینه دیگه. هر کسی کار خودش رو بکنه پویان. چرا میتونه، چرا نمیتونه؟ آخه مثلا تو الان خودت تنظیم کننده ای، یعنی واقعا برای تنظیم یک کار نیاز داری 10 نفر کنارت باشن. نه ولی خب من به تنهایی مثلا بیام سعی کنم که اون مفهوم گرایی رو بیارم اضافه بکنم. خب مطالعه میخواد، جامعه شناسی میخواد. مشکل هنر ما اینجاست که فکر میکنیم هنر مثلا اگر من ساز میزنم یعنی هنرمندم. من اینو قبول ندارم. اگر من ساز میزنم من فن نوازندگی رو بلدم. من زمانی میتونم به خودم بگم هنرمند که به واسطه این ساز زدن و این نوازندگی یا خوانندگی یه حرکت فرهنگی هنری کرده باشم. یه تأثیری بذارم. یک تأثیری من گذاشتم. این خب که چی؟ تو الان برو کلاس خطاطی 2 ماه دیگه خطاطی. برو کلاس نقاشی 2 ماه دیگه نقاشی. قبول دارم. ولی اینکه بتونی اون مفهوم رو خلق کنی، اونجاست که تو میشی هنرمند.
آخه مشکلمون میدونی چیه؟ من نظر شخصیمو دارم میگم، اینه که خیلی همه کپی کار شدن. خب مثلا الان بیشتر خواننده‌ای که میان پیش من کار میخوان سفارش بدم براشون تنظیم کنم، همه یه کاری رو گرفتن دستشون. خب شریف آقای فلانی. ایکس مثلا این کارو زده، اینو میخوام. خب هفته پیش آقای ارشیاس اومده کار داده، تا یه بارون میاد دلم تنگ زیاد اینا. الان بگم شد بالغ بر 10 نفر به من زنگ داشت کار نداری تو سیستم کار جدید ارشیاس. خب بابا اون داد، خب خوند، گرفت، دمش هم گرم، عالی اصلا. خب ما نظر نمیدیم در موردش. و تو چرا باید بیای کپی کنی؟ و چرا من تنظیم کننده رو وادار میکنی که بیام به کپی؟ میدونی چی دارم بهت میگم؟ بعد من چاره‌ای اگه براتون نزنم، نمی‌مونه. بعد من اگه نزنم، یکی به قول دیگه خود میزنه، گفتید تو نباشی دوستان، رفیقات آقا هستن. یه پولی هست قراره من بگیرم، این پولو من نمیگیرم، من نه نمیزنم. خب میگه خب نزن به آخه جهنم، بده مسئله یکی اینه دیگه. که اون کسی که حالا من جسارت نمیکنم ولی واقعیته، اون کسی که میگه یه کار تو 30 کار فلانی برام بزن فقط دنبال دیده شدن. آره دیگه دقیقاً. آقا چند درصد از کسایی که تا حالا اومدن پیش تو برای این همه آدم کار بستی؟ چند درصدشون اومدن مثلا یه کار بدن بیرون که مثلا دخترها بهشون توجه کنن؟ خب میدونی خیلی اصلا حد نداره. کجای اینو اسمشو باید بذاریم؟ هنر. همین من دیگه. اصلا نمیگم من هنرمندم و اینجا به عنوان یک آدمی که الان دارم این موضوع رو نقد میکنم دارم اینو میگم. اسم کجای اینو من باید بذارم هنر؟ نمیشه. این فقط یه ذوقی، یه علاقه است. من دوست دارم یه ترک بدم اسمم به عنوان خواننده بیاد. من دوست دارم یه روز برم باشگاه اسب سواری با اسب 4 تا عکس بندازم، برم مثلا باشگاه تنیس راکت رو بگیرم دستم عکس بندازم. من تنیسور نمیشم که، سوارکار نمیشم که. اینا همش مستلزم اینه که سالها تو توش پوست انداخته باشی تا برسی به اون نقطه. بعد خب مثلا مردم ما به قول خودت چون که از پایه خیلی با موسیقی آشنایی ندارن، یه چالنجی که ما داریم مثلا متوجه نمیشه موسیقی خوب چیه موسیقی بد چیه. فقط یه چیزی الان جدیدن یاد گرفتن به لطف دوستان اونوری، مخصوصا هر کی دهن باز فال میشه، هر کی رو استیج اتوتیون داره. حالا همون دوست عزیزی که میگی که من نمیدونم اجازه دارم اسمشو بیارم یا نه، من یه بار زیر یکی از پستاش کامنتی گذاشتم، گفتم شما همش خواننده رو نقد میکنی، یه بار بیا صدا برداری رو نقد کن. آقا یه دونه اجرا من و شما با هم دیگه رفتیم صدا برداری باگ نداشته نه باشه تا لحظه آخر درگیریم. شاید مردم اینو ندونن ولی منو نوازنده وقتی رو استیج صدای خودمو نمیشنوم چجوری میخوام تشخیص بدم که الان چه اتفاقی وضعیت میفته؟ سالنامو خیلی یا خواننده وقتی صدای خودش براش مانیتور نمیشه چجوری میخواد درست بخونه؟ ما خیلی از خواننده‌های خوبمون رو دیدیم که میدونیم واقعا یارو گوش قوی داره، اصلا امکان نداره فالش بشه، بعد اومده رو استیج فالش شده. آره بعد همونم میکنن پیراهن عثمانو قشنگ میکنن تو چش. اصلا اولا که یک موضوع طبیعیه، اگر یه نفر اومد دائما اجرا گذاشت اتفاق خاصی نیفتاد ما باید به پلی بک بودنش هم شک کنیم. میدونی این خیلی خوبه، این جریانی که راه افتاد، این جریان نقدها و این داستانی که راه افتاد خیلی خوبه، ولی من همیشه راجع به نقد یه نقدی به نقد کردن دارم. میگم شما که نقد میکنی میگی این بده، خب یه چیز خوبم ارائه بده دیگه. همش نشست میگی این بده اون بده، یا حداقل آموزشش هم بده. خب شما وقتی برمیگردی میگی فلان از اتوتیون استفاده میکنه، بیا محوریت اتوتیون هم توضیح بده. آخه ببین که اتوتیون چقدر رو میتونه کوک کنه. اتوتیون یه چیز جهانیه، اصلا اتوتیون مثلا ساخته نشده برای خواننده‌های کشور ما که، یا اتوتیون تو خودت خیلی جا میدونی ما حتی روی یه سری سازها هم اتوتیون استفاده میکنیم، مثلا حالا بیشتر هم در سازهای بادی یه وقت مثلا میزان دمش طرف تغییر میکنه، بعد رزونانس داره، یهو یه نوتی در میره. منتها ما میگم کلا ما متاسفانه فرهنگ کشورمون رسیده به این جایی که از همه چی میخوایم جوک بسازیم، به همه چی میخوایم اهانت کنیم، یعنی یه مردمی هستیم که هر چیزی داستان درست میکنیم و در مورد همه چی هم صاحب نظریم. به نظر من اون تمدنی که ما ازش دم میزنیم، ما ایرانی ما فلانیم، قرنها ازش فاصله داریم، گم شده اصلا همچین چیزی نیست. ما یه سری آدمیم که هر چیزی رو مسخره میکنیم و ما هممون این روزا اینستاگرام میریم دیگه، سرگرمی تفریحمون تفریح دیگه که نداریم جلوی اینستاگرام میریم. اینستاگرام مثلا من یه وقتا یه چیزایی میبینم مثلا یه بدبختی رو گیر دادن بهش دارن مسخره میکنن بدون اینکه فکر کنن چه بلایی سر این آدم میارن. این آدم که تو ویدیوشو پخش کردی زندگی این آدم و خانواده‌شو داری به چالش میکشی فقط برای اینکه 4 تا ویو بگیری. میدونی خیلی اتفاق قشنگی نیست. ما خیلی معضل فرهنگی داریم. احساس میکنم دیگه داریم خیلی دارک داره میشه داستان. قرار نبود اینجوری بشه. خیلی فلسفی نشد. چرا میگم مطمئن باش زدن بعدی هیچ کی تو اینجوری ویدیو رو نیومده. هر کی تو اینجوری ویدیو رو دیده رفیق ما. بیا واسه فوش بذاریم هر کی نبینه تا آخرش. از اینجا من نه فوش رو اولش بذاریم، مثلا اولش بگیم که هر کی این ویدیو رو تا آخر نبینه. آره
تو کلاس کاریمون نیست. چرا پرستیژمون میره بابا؟ پایین. پرستیژ چی کی گفته هنرمند آدمای بود تو کشیده؟ اشتباه برده تو رسونده. بذار یه سوال خوشگل ازت بپرسم. سینگلی یا سینگری؟ این داستانه تعریفش کنم. آره تعریفش کن. به دوربین آره. خودت نگاه کن بعد تعریفش کن. توی بایو اینستاگرام من گذاشتم سینگر به معنی خواننده. بعد یه شب دیدم که یه خانومی به من پیام داده که تو که بلد نیستی بنویسی سینگل ننویس سینگل. تو الان حتما هم با 10 نفر هستی. بعد وقتی که توضیح دادم گفتم عزیزم سینگر به معنی خواننده است. به معنی متعال مجرد یا توی رابطه نیست. دیگه بنده خدا فیت شد دیگه رفت. حالا به من گفتم اون واژه رو راجبش نگو. من نگفتم. آره نه خیلی بی‌ادبی بود. نمیشد. بوقم نمیشه گذاشت. نه لبخونی میکنن تابلوه. اینجوری بعد نگه. همون خانومه میره پیدا میکنه میگه این به من گفت. میره چتارم میاره پیدا میکنه اینستاگرام. خیلی جالب بود دیگه. من فهمیدم که در این حد مثلا طرف نگاه نمیکنه یه سرچ کن بابا مثلا بزن معنی سینگر. ما خیلی از اصطلاحات مثلا نسل جدید یارو میاد یه چیزی میگه من واقعا میرم سرچ میکنم. آره. فوش مش نرده باشه. آره عجیب غریب شد. من خیلی سعی کردم یاد بگیرم یه سریاشو بعد نتونستم. سخته. خیلی زبانمون داره تلفیقی میشه دیگه. فکر آره. میکنم تا 7 8 سال آینده یه سری کلمات کره ای و اسپانیایی هم آره. تو اصطلاحات روزمرهمون استفاده میکنیم. آره. جالب داره میشه. آقا یه چیزی من یادش افتادم. بیا اینم تعریف کن. ان شاءالله که قابل تعریفه. آره دیگه ببندیم بره پرونده این اپیزودو. یه استودیو داشتی یادته؟ زیر زمین بود. آره. اون 3 تا در کنار هم. نه آخه اون نمیشه تعریف کرد که. حالا یه جوری تعریف کنیم بشه. آخه من چجوری تعریف کنم؟ من اون شغل اون عزیزانو باید بخوام توضیح بدم. خب میخوام اونا رو من توضیح بدم بعد تو بگی ادامه‌شو. دوست داری حالا میخوام توضیح بدم. منشوری داری می‌کنی برنامه رو. استودیوی هومن یه در بود چیز زیر زمین. یه در دیگه بود میرفت بالا که صاحب اون ملکی بود که من ازش اجاره کرده. بعد در بعدی یه دری بود که یه قشر زحمت کشی اونجا یه خونه تیمیتوری راه انداخته بودن داشتن نون حلال در می آوردن. نون نزدیک به حلال. من یه دونه دکمه گذاشته بود وقتی یکی در رو میزد میخواست بیاد پایین. هنرجو بود خواننده بود در چیزی دیگه نمیرفت بالا. این کلیده رو فشار میداد در باز میشد اون طرف میاد پایین. آره اگر اشتباه در وامی کردی واسه آدمش درا خیلی نزدیکه هم بود. دارم میگم خیلی این اشتباه اتفاق میافتاد که طرف اشتباهی میومد تو استادیوم دنبال چیز دیگه یکی دو سری برای کار معرفی کرده بودن خدمت خاله فلانی استادیوم اومد رسایی. من فکر می‌کنم طرف اومده ضبط بگیر بعد میگه واسه کار اومدم. من بی خبر از همه چی. چه کار چی دو تا در دیگه از یه جای به بعدی که تفریحات این بود یه تایمایی مثلا هنرجو غیبت می‌کرد و اینا میرفتم دم در وای می‌سوندم کیا میرن اینجا. آمار کل محل رو در آورد. آره چیز بود اکبر بیکار. میتونستی پول بگیری یا حق آره به خدا یه دوربین باید می‌ذاشتم اونجا مثلا فیلم می‌گرفتم درآمدش خیلی بیشتر بود دیگه. مثلا فلان من فیلمتو دارم رفتی اینجا. از اون املاکی هم 200 بده. من بعد کلا بچه‌ام میدونم من کلا 200 میگیرم همه چی رو ماسمالی میکنم. تمام 200 بده. نرخاتم تغییر نمیکنه. نه تورم. تو دلار 1000 تومانی هم همینقدر بودی دلار 100 تومانی شما احمد ذوقی نسبت اون 100 میگیره. خب دیگه نه من 200 میتونی از آشناهای اون باشی. اون 100 میده الان هم 100 میده. من پولو میگیرم مثلا اینی که اون پول میداد. آره قشنگ شد داستان اینجوریه. حرف آخر خیلی برنامه‌تون مسخره بود. الان هم میشینن میگن چی میگن اینا. آره واقعا دغدغه مردم اینه نه به خدا دغدغه مردم اون الان نشستن دارن میگن. خیلی خوب میرینی تو برنامه. تاش چیزی بگو اینا که کات میخوره. نه اینو میخوام بذارم. حالی شد. اینو نمیتونه لب کنه. میدونی چرا؟ چون لبامو منچه نکردم. چی بود؟ یارو میگفت چی؟ لبات رو لبات فشار بده. سوالم نمیاد. تو رو میبینم یاد چی میفتم. یاد خاطراتمون میفتم. بخواد ببین ذهنم قفل میکنه. گفتی اولین بار که من دیدم چه شکلی بودی؟ نه تعریف کن. میتونی تعریف آره من اولین باری که پویانو دیدم فکر میکنم 10-11 سال گذشته. آره 10-11 شد. یه نوجوونه توخس یه کلا نقاب داره برعکس هم گذاشته بود سرش. بعد من اومدم استودیوتون مثلا اون موقع تو رو هم نمیشناختم. اومدم اون استودیوی آره
بعد یه گفت من تو رو میشناسم و فلان، من رفیق فلانیم، آشنایی دادی و دیگه با هم دیگه رفیق شدیم. آره بعد رفیق شدی. آره چقدر هم چیز بودی، پر انرژی و آرومت نمیگرفت. منم گردنم بسته بودم با این آره. آپلا، گردنم آسیب دیده بود، اینجوری بودم. اومده بود اینجا بعد من میرفتم اون ور صحبت میکردم اون اینطوری بود نمیچرخید. دورانی بود. زود گذشت. آره بابا میگذره دیگه، یه چند وقت دیگه مثلا میگن خدا بیامرز فلان زنده، مثلا برنامه میذاری با حضور زنده یاد. حرف آخر بزنیم. حرف آخر که آره حرف آخر که دنبال هنر نرید. املاک خیلی شغل خوبی بود، البته الان دیگه بازار ملک خوابیده. آره الان شغل جدید چه خوبه؟ شغل جدید سالن داره هستن خانومان. ناخونکار اگر خواستید من حاضرم بیام الان واقعا بریم ناخون بکاریم دیگه. او که چی؟ ناخون نمیذارم، میان میکنه تو کیسه میبرن. مرد تو رو به خاطر تفکرات غربی قیافت خوردی گرفتن، به خاطر حمل ساز. بعد برید به خدا من اگر برم مثلا آلمان بگم منو به این جرم گرفتن، فکر کنم بهم پناهندگی بدن. فکر کنم مثلا تست کنی؟ تست کنیم. کجا بریم؟ کشور خودمونه بابا. آلمان با کی مسخره بازی دارم؟ ویدیو کال. زبونشون خیلی سخته، نمیتونم با اون مسخره بازی دارم. من خیلی لفظ بازم اونجا تا بیام لفظا رو یاد بگیرم سنم گذشته. آره دیگه به درد نمیخوره. نتیجه هم به دنیا اومده اون موقع. آره. از کل آلمانی ایشلیبیدیشو یاد گرفتم. گفتم اگر یه وقت رفتم آلمان برم دم مثلا سالمندان اینجا یه پیرزن پولدار ببینم بگم ایشلیبیدیش خوشش بیاد و دیگه ما اونجا بیام. آره منو به فرزندی قبول نباشه. آره دیگه اونم شانس مایه. شانست بزنه. یه نفر دعوت کن به برنامه. یه نفر رو دعوت کنم هنرمند. چون برنامه خیلی بوی هنر نمیده. واقعا اگر بخوام یه هنرمند رو دعوت کنم که خیلی هم برام عزیزه هم خیلی کارشو قبول دارم و دوست دارم، کوروش ارغوان. باید جدی صحبت کنم باش نه؟ آره کوروش یه ذره سن و سالش از ما بیشتره. آره یه ذره باید سنگین تر باشه. امیرسالار نیاد لباس جلفا رو نپوش. امیرسالار نیاد آب بیاره براش. حالا نمیدونم امیرسالار رو نمیدونم. بیا من میگم چیز کنیم، بیا اپیزود بعدی تو بیا آب بده دست مردم. سقاییم. حالا دیگه چی بگم دیگه؟ والا وضعیت الان اینه. خوابم میاد. اسم برنامه مسخره تو چی گذاشتی؟ آب. آفتاک؟ نه تاک نه آفتاک گذاشتم که تاکه به معنی حرف زدنه. ربطی به موسیقی نداره. نه چرا دیگه از لحاظ آوایی نزدیکه به اون آفتاک. و سرچ هم میکنی میگن آفتاک. این چرا داداش نه خوبه اوکی. آره آفتاک اپیزود 2. مرسی که دعوتم کردی. فدات شم لذت بردیم. ما نتونستیم اونجوری که باید و شاید. آخه میدونی مشکلش چیه؟ وقتی که دوربین قرار میگیره و میره تو رسانه یه سانسوری که وجود داره اذیت میکنه آدمو. اصلا کلا تو خیلی مثلا بد دهنی بدتر از من. خیلی هم که نه، ولی واقعیت اینجاست دیگه. کسی که کار تدریس میکنه در محیط تدریسش جور دیگه ای باید رفتار کنه، در محیط‌های شخصیش جور دیگه. آخه حقیقت داستان میدونی چی؟ مثلا عادت ندارم با تو اینطوری صحبت کنم. میدونی چی دارم؟ اصلا اذیتم. اگر ما بخوایم اونجوری که با هم دیگه صحبت میکنیم اصلا قابل پخش نیست. آره همین دارم. یه بوق ممتد بذار. یه لای 440 هرتز بنداز اول تا آخر. بعد ما هم نشون بده اون زیر. بذار ادیتور بذار رو چیز 2x سرعت کلا بوق تمام. خلاص دمت گرم که دعوت کردی. امیدوارم که حرفمون کسی اذیت نکرده باشه. امیدوارم. فقط تلفنی اینجا داره انتظارت میشه با آقای کوروش زنگ بزنم. خب من اولین کاری که باید انجام بدم شماره کوروش رو حفظ نیستم، کهولت سن دارم. پس تو رفیق صمیمیش نیستی. ای شماره منو بگو. شماره منو بگو. من با تو صمیمیم. پس زر نزن. صمیمی نیستم. البته حتما با این زنگ بزنیم، با گوشی خودمون نمیشه. نه با اون زنگ بزن. تلفن قدیمی تر نداشتی؟ نه هر برنامه دارم یه تلفن جدید میارم. دنبال تلفن صورتی میگردم دوستان. این کسی داشت صورتی. آقا عرض ادب. مخلصم. فدای تو. سر ضبط نبودی که ایشالله. قربونت برم. فدات شم. کوروش جان ما یه زحمتی میخوایم بدیم پویان زمانی که از دوستان عزیز من یه برنامه تاک شو داره
و از من خواستن که یکی رو دعوت کنم دیگه. ما جسارت کردیم اسم شما رو آوردیم. قربونت برم. آره در خصوص گپ و گفت موسیقی و هنری و سعی کن در این خصوص پیش ببریش، یعنی یه ذره بهش بخندی میبرتش که طرف فدات شم. قربونت برم. آره حالا ما به رسم ادب گفتیم تماس بگیریم با شما، هماهنگ کنیم. سلام میرسونه پویان جان. آره فدات شم. حالا ان شاءالله باهات هماهنگ میکنم که پویان جان با تماس میگیره و یه تایمی در خدمتتون هستن. قربونت برم. ببخشید بعد موقع مزاحمت شدم. فدای تو. قربونت برم. خداحافظ. هر چقدر حال نکردید لایک کنید، تو خود دیسلایک نکنید، بذار دیده شه، بذار ما هم پول داشتیم بریم ماشین چینی بخریم حال کنیم. هر چقدر حال نکردید لایک کنید. دمتون گرم. فوش ندید لطفا، کار بدیه. شما حرفی نداری؟ مسواک بزنید جواب. کامپوزیت آقا تو من میتونم واقعا این چیز جدی بگم؟ بگو. تو رو خدا دوش بگیرید میاد کلاس. به خدا من ماهانه یه مبلغی و هزینه خرید ادکلون برای زدن در فضای کلاس میکنم. تو رو خدا بهداشت فردی رو رعایت کنید. محیط کلاس کوچیکه. خواهش میکنم ازتون. این واقعا خیلی مهمه. کاش یکی رو استخدام کنی بو بکشه بعد به ورود. تو نه برو بشور. اینجوری هم خیلی از بچه‌ها سر کار میان، از مدرسه میان فلان، ولی واقعا یه مامی بادی اسپلشی. مثلا ترکای واژه دارن بونمده. یعنی چی؟ من ترکی بلد نیستم. خودم ترک نیستم ولی مثلا مثل اینکه معنیش میشه که این چیه بونمده. تو کرد بودی من اصالتا. کردم، آره. چیز نکردی بپر کرد فروردینی فلان؟ چرا باید این اون کارو کرد هم بکنم؟ اینجا فروردینیشون هم اینجوری داشت. نوید محمدزاده ندیدی تو بیوش ساخت بپر کرد فروردینی؟ نه ما ببر کرد فروردینی نیست. من با افتخار کردم. کجای کردستان؟ کرمانشاه. کردستان رو من یک اقلیم یک سره میبینم، یعنی نمیدونم تفکیک کنم بگم کرمانشاه، کردستان، ایلام. کرد زبان ها کردن دیگه و با افتخار ایرانیم هممون. و حالا این که میگفتم کردستان رو یک جا میبینم به منزل فردا نمیگن فاز تجزیه طلب. آقا من دارم میگم اصلا دروغ میگه. تجزیه طلب بریزید دایرکتش تا میخوره وش بدید بگید تجزیه طلب. نه واقعا اینجوری نیست، ولی خیلی توی چند دهه اخیر سعی بر این بوده که اقوام رو بدون هم دیگه بندازن. مثلا ترکا بگن این بگه من ترک تبریزم، اون بگه من ترک اردبیلم، کردا بگه من کرد کردستان، اون بگه من کرد کرمانشاهم. فرق نمیکنه دیگه. شما از یا کردی یا ترکی یا بلوچی یا لوری، در هر صورت از اقوام ایرانی هستی و دیگه وقتی که توی یک کاتگوری قرار میگیری قرار نیست اصلا با بقیه کاتگوری هم قرار نیست بجنگیم. ما هممون ایرانییم در پایان. فکر میکنم که این قشنگ نیست. باهات موافقم. آره. از محل شما تو بانه چقدر راهه؟ از محل ما تو بانه خیلی راهه. تلویزیون می‌خوای بیاری؟ آره می‌خواستم من آشنا داری اونجا. خیلی فکر می‌کنم یه 8 ساعتی راهه. خب ولش کن. از محل شما این چیزا نمیدن؟ تو خفن ارزون یارو نمیدن معلومه. بابا یارو قطع کردن. دیدم. یارو قطع کردن. الان موندم چجوری زندگی من نداشتم اصلا خواستم برام بگیرم. الان موندم واقعا ادامه زندگی بدون یارانه خیلی برام سخته. نمیدونم باید چیکار کنم. بیا جمعش کن میزم میگیرنمون اگه نظرته. بچه‌ها لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم. مرسی که حمایت میکنید. فعلا شبتون بخیر.